هی گایز، بهاره هستم. به زیزو ورکشاپ به قلبم و به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. من دارم میرم خرید غذا بکنم، خرید خونه بکنم واسه یه هفته. دیدم که شماهارم با خودم ببرم که ببینین خرید یه هفته غذایی توی انگلیس تقریبا قیمتاش چقدر و چجوریه. من از خونه کار میکنم، علی خب میره سر، یعنی کارش بیرون از خونه است. به خاطر همین ما در واقع در طول روز یه وعده غذا بیشتر نمیخورم، اونم شامه، چون علی که خونه نیستش سر کاره. من از خونه غذا نمیخورم تنهایی، نه وقتشو میکنم نه میچسبه نه حوصله شدم حال پاشم واسه یه نفر غذا درست کنم. خاطر همین خرید غذای ما معمولا کمتر از چیز من مثلا خریدایی که بقیه حالا انجام میدن، ولی با این حال خیلی گرونه. من یادم قبلا که میرفتیم خرید، ما غذای کامل واسه 7 روز میگرفتیم، مواد شوینده، سبزیجات، میوه، همه چی کامل میخریدیم، میشد مثلا 60 پوند. ولی الان میری خرید میکنی با مینیمم شاپینگ، یعنی کمترین چیزایی که لازم داری رو میخری میای خونه، حداقلش مثلا 30-40 پوند میشه، حداقل، اونم واسه یه نفر. حالا خریدی که امروز میکنم و شما هم بیان با هم ببینین، بگین که نظرتون چیه درباره قیمت ها، خریدا. Doors closing. قیمت سالاداش اینجوری هم معمولا 2 تا واسه 1 پوند. اسفناجا سالاده میکس. من خودم ترجیح میدم 2 تا از این سالاد میکساش برمی دارم و تاریخاش هم همیشه چک بکنم. 15 و 16 یه دونه 16 برمی دارم و یه دونه هم کافو. 2 تا واسه 1 پوند. اینا زودم خراب میشم ولی خب. این هم قیمت گوجه ها. این هفته میوه از هفته‌های قبل خیلی زیاد مونده، بخاطر همین کمتر میگیرم که خراب نشه و فقط چیزایی رو میگیرم که حالا تموم شده دیگه. ببینیم چی لازم داریم. این قیمت انگورا، اینایی که زده 2 تا واسه 3 پوند رو همشونه دیگه. میبینید هر کدوم که این لیبل ها داشته باشن. انگور تو هوای سرد نمیچسبه خیلی. بلوبریز، رازبریز داره دیگه. چی میخوایم بگیرم؟ اینا هم قیمت کیویان شده 95 پنس. منگو، نارگیل، خربزه طالبی، انار دونه 1 پوند، انار کوچولو. از قسمت میواش فقط کیوی برمیدارم، اینا که روش نمیشه آماده خوردن چون نرمم هستن معمولا. 4 تا واسه 2 پوند، خیلی گرونه. اینجا هم نارنگیاشه. پرتقال داریم از هفته قبل، نمیگیرم به خاطر همین. این بزرگاشون هم دونه 35 پنسه. لیمو ترش نداریم، میگیرم. منو میدونین دیگه، هر روز صبح 4 تا دونه واسه 1 پوند و 19. گریپ فروت، قارچ دوباره. من این قارچای بزرگ رو دوست ندارم چون فکر میکنم بیمزن، بخاطر همین یه پاکت از این قارچای قهوه‌ایش برمیدارم فقط که 1.10. زنجفیل هم دارم که اینا حالا تعدادی حساب میشه با سیر. من که مینت میخوام. اینا سبزیات تازه شه دیگه. سبزیات رازمری دارن، سیر، فلفل. مینت میخواستم، نعنا میخواستم که ندیدم. نعنا میگیرم که تو چای اینم خیلی استفاده میکنم. اینا هم سبزیجات های دیگه است که میریزیم توی غذا، پک های آماده شه. اینم که بروکلیه. بروکلی ها چقدرن؟
ارگانیکش 1.30 خیلی گرونه. ما اینا رو یه زمانی 80 پنس میگرفتیم. من فکر کنم کدو میگیرم، اونم فقط یه دونه چون خراب میشه و همین. تو سبزیجات هویج بیچاره از همه ارزون تره. اینا همه مدل‌های مختلف، سایزهای مختلف و این هم قیمت‌های پیاز. یه دونه هم هویج باز میگیرم که بریزم توی خورشت. ببین تخم مرغای تازه‌ام دارن که میتونی اینجا برداری بذاری توی اینا. دونه 25 پنس. طالبی، هندونه، قشنگ میوه‌های زمستونی، عالی واسه گلودرد. من هیچ وقت تو زندگیم سیب دوست نداشتم، نمیدونم چرا. نه میخرم نه میخورم، ولی خب قیمتاش اینجوریه دیگه، میدونی. سیب سبز داره، سیبای قرمزم دارم. من اصلا سیب خور نیستم متاسفانه. از جزو میوه‌های مورد علاقه من خیار و اووکادو میباشد و کیوی. کیوی رو که گرفتم، اووکادو خیارم پیدا کردم، حالا باز الان برمیدارم. اووکادو خوبیش اینه که تو سالاد هم میتونیم بریزیم و پروتئین هم داره، با تخم مرغ هم میشه خورد، با صبحانه. جزو میوه هم هستش، همینجوری میشه خوردش، خیلی هم خوشمزه است. اینا معمولا سسترن، یعنی آماده خوردن نیستن. اینا رو 2 تا بگیر واسه 3 پوند، ولی ما چون خونه داریم فعلا فقط یکی برمیدارم، فقط واسه این یه هفته. و 1 عدد خیار که 85 پنسه. اینا هم خیاره نصفه واسه کسایی که نمیخوان هدر بدن. آناناس هم دونه 1 پوند. فکر میکنم بردارم یه دونه، چون میخوام باز آب میوه درست کنم. آناناس هم واسه هیکلش 1 پوند بد نیست، ولی خب بازم اینا قبلا فکر کنم دونه 80 پنس بودن. همه چی خیلی شدیدن گرون شده. تورو اینا فکر کنم بهش میگیم شلغم بیتروت. آره دیگه، این شلغمایی که توی سرکه و آب میذارن که به عنوان حالا ترشی میخورن، پیکل یعنی ترشی شلغم. کاهو هم چون ریختی سالادی گرفتم، اینجوری گرفتم دیگه، اینا نمیگیرم چون خیلی بزرگه، بعد سریع هم خراب میشه. بخاطر یه پاکت کوچولو میگیرم که فقط واسه 2-3 روز بره، ولی این بزرگا سریع هم خراب میشن هم نمیخوریم این همه رو توی یه هفته متاسفانه. این ور قضیه هم از این سبزیجات خرد شده است که آماده است بریزیم حالا توی غذا یا توی سوپ، غذای آبکی. یه خورده خب کار آدمو راحت تر میکنن اینا دیگه. و خوبی این پکا به نظر من اینه که شبیه حالا من و علی که 2 نفر بیشتر نیستیم، لازم نیست بریم هر کدوم از اینا رو دونه دونه بخریم و کیلو بخریم بعدن خراب بشه. برای یه خورده غذای چیزی بخوایم یه پک هست، هم اینا میگیریم، یا هر کدومش که لازم داریم با غذا میخوریم، تمام میشه میره پی کارش. نه اسراف میشه، نه هدر میره، نه مجبور میشیم از همه‌اش حالا 1 کیلو بخریم. اینم کدو و پیاز و اینا از این سبزیجاتی میریزن ته فر با حالا مرغ و گوشت قرمز. اینم که مشت پوتیتو هست، سیب زمینی با هویج. قیمت هم که میبینین دیگه اینجوریه. وقتی که روی بعضی از مارکا میزنن دی بست، یعنی مال همون فروشگاه ولی یه خورده مثلا بهترش. این برای قضیه هم سیب زمینیاشو ایناست که الان باز نشونتون میدم. سیب زمینی ما معمولا فقط بیبی پوتیتوز میگیریم که توی آون میذارم. از این سیب زمینی بزرگ معمولا نمیگیرم. من یه مدت سیب زمینی شیرین خیلی میخورم، آبپز میکردم بعد میخوردم، خیلی دوست داشتم، ولی دیگه الان اصلا دلم نمیکشه، خیلی هم طول میکشم بپزم به نظر من. مثلا 1 ساعتی بعد بذار آبپز بشه. اینم سیب زمینی معمولی ما معمولا بیبی پوتیتوز میگیریم، این کوچولوها که سریعتر هم میپزه
یه رو 20 دقیقه جوش بخور و راحت هم میتونی بریزی تو آبن با هر غذایی که دوست داری بخوری. ارگانیکاش 1.29، سیب زمینی بزرگش دونه‌ای هم باز میدن. قسمت خوشمزه قضیه قسمت پنیراشه که چقدر گرون شدن به خدا، ولی خب هفته یه دونه پنیر برمی‌داریم، حالا با چیزای مختلف اسنک و اینا می‌خوریم. الان دوربین اون بر می‌کنم که شما هم ببینید اینجا رو. کالباسای مختلف داره. ما خیلی نخی کالباس خور نیستیم و غذای سلامتی هم نیستن. زیتون خیلی گرونه، پک 5 پوند. این زیتون کوچولوی بی‌مزه که هیچ طعمی هم نداره. و قسمت پنیرش، پنیرها اینا تازه قیمتش مناسبن. یه جایی هستن پنیر می‌بینیم مثلا 100 پوند، 70 پوند، 80 پوند. ما معمولا این پنیرها رو برمی‌داریم. تاریخش حتما نگاه بکنید. 30 جن یه دونه از این برمی‌دارم. هم یه دونه بیشتر بر ندارم چون باز کپک میزنه. این پنیرهای کپکی یا این پنیرهایی که بو دارن من مردم چفت می‌خورم، من که اصلا بو کلان حساسم. و اینم چاتنی سسای مختلف که میریزم بغلش. به این نتیجه رسیدم که پنیر 2 عدد بگیرم، یکیشو باز میکنی فریزر، یکی دیگه هم حالا امشب میخوریم. بعضی موقع باید خودمون رو تریک بکنیم دیگه. و الان میریم قسمت گرون قضیه، قسمت گوشت و مرغ و اینا. حالا باز الان دوربین اونوری میکنم که ببینیم. اونجا قصابی دارن که هر روز یه قسمت از گوشتاشون و گوشتای تازه میارن. اینجا هم که نوشته دی بست، اینه معمولا بسته بندی تازه امروزشونه. من معمولا یه پک 500 گرمی میگیرم که حالا بعضی موقع تو ماکارونی میریزم یا کوفته میریزم و اینا. اینو میگیرم فکر کنم 750 گرمه. یه نه از این 500 میگیرم مال 20 جنوری که 150 است. اینو نگاه کنیم به نظر هیچی نمیرسه، ولی خدا میدونه تا الان همین یه خورده چیز چقدر شده. قسمت مرغاشم 400 گرم چیکن برست، سینه مرغ 150، 5 پوند. بازم من معمولا برای خودمون فقط یه بسته دوتاییشو میگیرم که هم هدر نره هم مونده نشه. واقعا این گوشتا رو، این مثلا نوشته 22 جنوری، 2 روز قبل از این تاریخ هم رنگش عوض میشه هم آب میندازه. نمیدونم گوشت و مرغا اینجا حالا احتمالاً چون طبیعی نیستن خیلی زود به بو و اینا میام و رنگشون هم عوض میشه. بخاطر همین 2 تا میگیریم توی یه هفته سریع میخوریم تمام بشه که هدرم نره و اینکه خرابم نشه. اینا مرغای مواد زده شونه. هول چیکن، یه چیکن کامله که بشه خور مواد زدن. 6 پوند 50، 6 و 50 و 7 پوند. حالا اینم هول چیکن معمولیشه که 3 پوند و 13 پنسه تازه 1 کیلویه. من راستشو بخواین تو مرغ خورد کردن نه خوبم نه بلدم و نه دوست دارم کار انجام بدم. بخاطر همین ترجیح میدم مرغ کات شده بگیرم. میدونم که هول چیکن ارزان‌تر میشه ولی خب دوست ندارم دیگه، چیکارش میشه کرد. این برای قضیه هم دیگه گوشت خوک بیشتر که حالا شبیه استیک کات کردن، گوشت چرخ کردهش و این داستانا که خود انگلیسی عاشق اینن. شولده، سرشونه خوک 5 پوند، شونه بدون استخون 7 پوند. و این قسمت همین جوری که میایم پایین تر میخوام ببینم که استیک های گوشته قرمزش، اینم باز د بست زده مال خود اینجاست. لم چوپس هم داره 2 تا ولی خب میمونه همش استخون و چربیه دیگه. 390
بازم اینه که اینجوری بسته بندی کردن تازه از قصابیشونه. 7 پوند واسه 4 تا. فکر کنم گردنه، فقط گوشت گردن بدون استخون 5 پوند. این برم استیک و کوفت قلقلی و ایناست که استیک 5 پونده، ولی استیک خوب اگه بخوایم بگیرین که نمیدونم امروز داره یا نه، یه دونه داره این دی بستش، این طعمش خوبه، یه دونش 6.50. برای 2 نفر بخوای بگیری 12 پوند تقریبا میشه دیگه. برگرشون هم خوشمزه، معمولا 4 تا دارن 3.70 که قشنگ واسه 2 نفر غذای 2 روز میشه دیگه، یعنی 2 بار میشه خوردش. این برم که قسمت قصابیشه، بازم دوباره گوشت خوکه. این هم استیک های تازه آوردن ولی خب نمیگیرم دیگه چون من گوشت چرخ کرده گرفتم. این 390 چند گرمه؟ اگه گفتیم 400 گرم. بعد اون برم که آقای قصابیشونه، این برم که هول چیکن اینو میخوام بذارن غذای آماده که همین بارم معمولا لانچ تایم اینا رو میارن. یه هول چیکن پخته میاره 5.99. این برم که قسمت ماهیایی تازه شه، بازم همه رو در نیاوردن. من خیلی ماهی ها رو نمیشناسم به غیر از سمن و سیبس. اینم قیمت ماهیاشه. ما فقط یه دونه سمن 2 تایی میگیریم واسه یه هفته. قیمت سمنم 2 تا معمولا 4.99 هست. نه ماهی سفیدشونه که من نمیگیرم. کد دارن که ماهی معروف انگلیسی که باش فیش اند چیپس درست میکنن، خیلی ماهی بیمزه‌ایه به نظر من. و سکوتیش سالمون که از همش خوشمزه ترن اینا. یه دونه دارن سلایتلی سموک که یه خورده طعم دودی داره، این از همشون خوشمزه تره که 5.50. تاریخش هم 18 جنه که خیلی کم مونده و سریع بخوریم. این ور قضیه هم از این ماهی هست که حالا با آرد و اینا قاطی میکنن که به نظر من خوب نیستش دیگه. اگه میخوام ماهی بخوریم ماهی تازه بخوریم. ما معمولا یا ماهی میگیریم یا میگو، یعنی یه غذای دریایی در هفته میخوریم. الان که ماهی گرفتم دیگه میگو رو نمیگیرم چون ترجیح میدم یه دونه غذای دریایی تو یخچال بشه که خرابم نشه دیگه، بو نگیره. ولی خب الان قیمت میگو نشون میده. میگو انگلیسی خیلی بی‌مزه، اینقدر بیشتر نیست، مزه آب میدن و با غذام که درست میکنن کاملا محو میشه، طعم خاصی هم ندارن اصلا. اینا میگوهاشونن. اگه من میخواستم میگو بگیرم اینو فقط میگیرم چون باز از همه یه خورده بزرگتره و یه خورده بیشتر طعم داره. 4.25. این خیلی بی‌مزه، یعنی بود و نبودشون واقعا یکیه. میبینین تو سالاد نه شاید بهتر بگه ولی برای غذا بخوای میکس بکنی این 4.25 از همش بهتره. ما معمولا خرید که میکنیم سعی میکنم یه دونه گوشت قرمز بگیرم، یه دونه گوشت سفید که همون چیکن مرغ بگیرم و یه دونه گوشت قرمز، یه دونه غذا آماده که حالا برای روزی که خسته ایم و حال نداریم غذا درست بکنیم. بعد اون 2-3 روز دیگه هفته هم حالا معمولا یا جای دعوتی میریم خونه کسی، فامیلامون، دوستامون، یا میریم بیرون غذا میخوریم و اینا، برای اون روز غذا نمیگیرم. یا اگرم لازم باشه میرم یه لحظه هم مغازه دم درون میگیرم که غذا خراب نشن و بو نگیرن. بخاطر من تا الان گوشت شخیره گرفتم، ماهی گرفتم، مرغ گرفتم، فکر کنم همین بسته. خیلی دوست دارم همه مغازه رو بهتون نشون بدم ولی نمیدونم دقیقاً چیا شاید بیشتر به درد بخوره. اصلا اونا رو نشون بدم چون فروشگاه بزرگه، بخوام همه رو بزنم همه رو نشون بدم یه ویدیوی 1 ساعته بشه. ولی خب اگه اینجوری دوست دارین میتونین بهم بگین دفعه بعدی یه ویدیو کامل بگیرم از فروشگاه. امروز فقط جایی که خودم خرید کردم فیلم گرفتم و این هفته ما تقریبا همه چی داریم خونه. فقط اومدم گوشت و مرغ اینا رو بگیرم، خاطر همیشه خریدم می‌خوره کمتر از معمولی باشه. و بازم اومدیم قسمت عالی قضیه زیتونا. من زیتون و پنیر و اووکادو و خیار و کیوی، این 5 چیزی که من باش زندگی میکنم و نونم خیلی دوست دارم. زیتونم اینجا طلا و عتیقه حساب میشه. اینا خیلی بی‌مزه‌ن خدا یکسی. باز این بزرگی خود بیشتر طعم دارن. اینا هم که توش فلفل قرمز می‌ریزن بازم بی‌مزه. ما معمولا اینو میگیریم. پک گنده 2.45.
ولی خب خیلی طعم خاصی نداره. معمولا زیتونامون از فروشگاه ترکا میگیریم که خوشمزه ترن، خوش‌طعم‌ترن. آرتیچوک هم اگه تا حالا ندیدین و دربارش نشنیدین 100% بهتون پیشنهاد کنم. خیلی چیز خوشمزه، تو سالاد، تو ساندویچ اینا عالی میشه. یه دونه از این زیتون بزرگا میگیرم که حداقل آدم دلش هوس بکنه بره بخوره. مثلا این الان 3 هفته از خونه ما کسی دست بهش نزده. گفتم از قسمت سساشم براتون فیلم بگیرم برای کسایی که عاشق سسن و بدون سس‌های مختلف، سس قرمز، سس سفید نمیتونن زندگی بکنن. اینم سسای نندوزه که یه رستوران مرغیه توی انگلیس و فکرم کشور دیگه هم باشن که فقط مرغ میده و سس معروفشونم توی فروشگاه میفروشن. اسم رستوران نندوزه که خیلی رستوران خوبیه، پیشنهاد میکنم اگه جایی دیدین یا تو انگلیس هستین برین امتحانش بکنین. اینا هم کن ماهی و چوناست. میگن کن ماهی خوب نیستش، کلا غذای کنه خوب نیستن دیگه، چون انقدر بهشون مواد میزنن که اینا بتونن ماه‌ها بمونن. به خاطر همین شاید اسمش کن ماهی باشه ولی بازم غذاییه که داخل یه قوطیه و کلی بهش مواد نگهدارنده زدن. این فروشگاه مخصوصا فروشگاه بزرگ خب انقدر میدونن که مشتری خارجی هم زیاد دارن، بخاطر همین بعضی از سکشناش، بعضی از قسمتاشو فقط میذارن مثلا غذای آسیایی، غذای اروپایی، غذای چاینیز، غذای هندی، پاکستانی. خیلی خوبه. خیلی آدمای خارجی من خرید میکنن و قشنگ من قسمت سکشن خودشون حالا ادویه مختلف، غذایی که مخصوص اون کشور است و پیدا بکنن و بخرن. حالا همه چی نداره، خب مثلا یه سری چیزا پیدا میشه. شبیه اینجا الان زده ایسترن یوروپیان فود، دوربین رو بچرخونم میبینین که معمولا اینا غذای پولندیه، فقط همون لهستانیه. خوراکی هاشونو میارن، حله هوله هاشونو میذارن که اتفاقا بین اینا هم چیز جالبی میشه پیدا کرد. الان که اومدیم اینجا یادم افتاد که من روب لازم دارم، روبای فشاری بیمسی انگلیسی ها. ولی خب مجبورم دیگه، نه این روبا میگیرم باز رفتم مغازه ترکیه ایرانی قشنگ از اون کناش بردارم. یه دونه از این روبای فشاریش برمیدارم که 65 پنسه. اینم سس گوجه شونه. وقتی میایین خرید حتما با یک عدد لیست بیاین، چون میایین اینجا رب میگیریم بعد میایم پایین‌تر میگیم بغل رب مثلا اینم خوبه، بغلش اونو میگیریم بعد یه خورده پایین‌تر میره میگه حالا که اینو گرفتم اینم بگیرم و اینا. چون این فروشگاه رو یه جوری ستاپ میکنن، دیزاین میکنن که وقتی برمیگردی خون با چیزایی که اصلا لازم نداری برگردی، یعنی با یه لیست میای با یه لیست دیگه برمیگردی. من فکر کنم تقریبا خریدم که میرم شیر بهتون نشون میدم، نونو نشون میدم، همین دیگه. کاش بودیم میگفتیم مثلا کدوم قسمت رو نشون بدم، ولی خب الان این قسمت شیر باشه قسمت نون. قیمت شیرا هم اینجوریه. حالا یه دونه چند لیتریه، این 2 لیتر 1.90، ولی خب من چون دل درد میگیرم خیلی وقت شیر گاو نمیخورم، این قیمتش اینجوری 1.20 1.90 واسه 1 لیتر و 2 لیتر. شیرای در آبیش پرچربن، شیرای سرسبز خور کم چربترن. معلومت برم اون ور یه دونه شیر گیاهی بردارم. قبل اینکه بریم شیر گیاهی برداریم بیا این قسمت آسیایی هم نشونتون بدم. غذاهای دنیا آسیاییش اینجا خیلی چیزای جالب و جدید و متنوعی پیدا میشه. این غذای چینیشه، پد تای، سسای غذای چاینیز. حله هوله هاشون، خوراکی هاشون، چیپس هاشون. اینجا هم دوباره هنوز آسیاییه، قسمت برنجشه. اینجا شد دیگه غذاهای ادویه‌های حالا هندی پاکستانی ها که ما اینجا خیلی خرید میکنیم اتفاقا، مخصوصا برای ادویه هاش و کناشون. این هم که قیمت برنجه، یه برنج 10 کیلویی 13 پوند الان آف خورده که 13 پوند بد نیست نسبت به 20 پوند. این برش هم غذاهای ایتالیاییه، پایینش هم مکزیکیه و یه خورده اون برترش هم زده تردیشنال یعنی سنتی.
مثلا بالش هم نوشته ورلد فود، یعنی غذای کل دنیا. من هی دارم از هدف خارج میشم. اومدم قسمت خوشمزه، قسمت دیزرت که آفم خوردم. معمولا یه دونه از اینا برمیدارم برای کل هفته، یعنی یه بار در هفته ما یه دسر شکلاتی میخوریم. در واقع من خودم رو تریت میکنم. این کوکیش هست، اما خوشمزه. کلا این مارک گو خیلی خوشمزه است. دیزرتش داشتم میرفتم طرف نوناش، گفتم به شما چاییارم نشون بدم، چون چاییای اینجا واقعا جز خاک چیز دیگه نیستش. متاسفم نمیزنم، ولی خیلی چاییای با کیفیتی نیستن. ما معمولا همون احمد تی میگیرم مغازه ترکا یا ایرانی. فکر میکنم گرون هم هستن چاییای انگلیسی، مثلا حالا چاییای سبزش و اینا. من یه مدت بود این چای سبزا رو میگرفتم مال این برند، ولی خب میبینین چقدر گرونن. 4 پوند تازه آف خورده، معمولا 5 پوند بودن. یا این گرین تی هم هستن چای سبزا، ولی خب خیلی خاک‌تر. بخاطر همین ما چای تازه‌ش رو میگیریم، قشنگ دم میکنیم بدون که تی بگ بگیریم. نمیتونم شیر رو پیدا کنم، شیر اوت میلکو. حالا به هوای اونم میام الکی میچرخم و چیزایی که لازم ندارم اون برمیدارم. الان برم پایین‌تر یه خانم آقا هستن، اونو برن نونم نشونتون بدم، بعد میرم یکی میپرسم اوت میلک پیدا میکنم و that's it. تمام. همونقدر بیشتر چیز لازم نداشته باشیم. آقا بالاخره شیراشو پیدا کردم، ولی ایناست که تو دمای مثلا اتاق گذاشتم. مطمئنم که یخچالش هم دارم، ولی نمیدونم کجاست دقیقاً. حالا باز اینا رو فقط یکیشو بردارم، چون فعلا هیچی ندارم. یه نزونا برمیدارم. بعد کنم خیلی وقت اینجا احساس میکنم چندین ساعت اینجا، میگه همه من میشناسن. یه دونه شیر برمیدارم، بعد میریم قسمت نون رو نشونتون میدم و بعد میریم طرف چک اوت دیگه که بریم خونه میشم تنها. قیمتش خیلی خوب شدن، چون میبینیم معمولا 2.20 گرده 1.69. اگه شما هم شیر بادوم اینا میخورین، شیر گیاهی میخورین، اوت میلک میخورین، این مارک اوتلی خیلی شیر خوبیه و خیلی هم خوشمزه میشه تو کافی. فکر کنم حالا که آف خورده یه دوتایی بردارم. این مارک اوتلی رو یادتون باشه، خیلی شیرای خوبی هن. مخصوصا این مدل باریستاش. نون برمیدارم و همین. خیلی جاهای دیگه هم داره که هنوز نبردمتون، ولی خب دیگه وقت فکر نکنم بشه. خب بالاخره رسیدیم قسمت نوناش. این نونای توستی هست 45 پنس. خیلی نونای خوشمزه نیستن، ولی خب این نونای معروف انگلیسی همین نونای توستی هم دیگه. اینا نون قهوه ایشن. یه دونه از اینا تو فریزر دارم، نون قهوه ای. بس نون قهوه ای نمیگیرم، ولی از این نونای مدلای ایرانی، ترکی، هندی، پاکستانی میگیرم، چون با ساندویچ و اینا خوشمزه میگه. میبینین اینو زده پرژن استایل. مثلا نون لواش ما دستشون درد نکنه 1.50. یه دونه از این نونا میگیرم با کره مربا خوب میشه، ولی این سفیده. نمیدونم قهوه ایشو بگیرم یا نه. این هول میل یعنی قهوه ای. این هول میل میگیرم. آقا واقعا دیگه جدی تمومم، ولی قبل از اینکه بریم، چون این فروشگاهش یه بیکری هم داره که نونای تازه اینا درست میکنن. معمولا کروسانت از این نونای صبحونه تازه میارن. بریم ببینیم چی دارن. اگه چیز خوبی داشتن یه نظم هم برمی‌داریم و دیگه واقعا میریم سمت چک اوت به امید خدا. میبینیم شاید به نظر بیاد خیلی آدم شکمی هستم، ولی خب در نظر بگیریم که این خرید همش برای یه هفته است، یعنی هر کدومش مثلا یه روز میخوریم، بعد اون روزای هفته دیگه هیچی نداریم مثل خوردن. این هم تعریف کردم، فکر نکنم بگیرم، چون میبینی خیلی کم رنگ یا نگار کاملا برشته نشدن، ولی دونه 50 پنسن. 6 تا واسه 2 پوند، ولی نمیگیرم چون رنگ و روشونو خیلی دوست ندارم. روغن زیتون هم میخواستم ولی نمیرم دیگه، الان ولش کن، خسته شدم. میرم سمت چک اوت. تازه میام این هفته من خیلی چیزا نخریدم، مثلا سیب زمینی، پیاز، خیلی از سبزیجات نگرفتم.
میوه که معمولا خیلی میگیریم، مثلا این هفته 2 تا چیز بیشتر نگرفتم. گوشت مرغا رو گرفتم، نون گرفتم و همین تقریبا. حالا بریم ببینیم چقدر میشه دیگه. اگه بشه میرم قسمت سلف چک اوت، اونجا که خودم بتونم پولشو بدم، که جایی که بشه بتونم براتون فیلم بگیرم قیمتش چقدر میشه. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. اینجا میبینیم سلف اسکنه، کسایی که بسکت دارن میتونم بیان اینجا پولشو بدم. فکر کنم منم خودم بیام همینجا بدم. خب ما خریدمون کردیم، شدش 34 پوند. Ground floor. خب من خریدمو کردم، تموم شد 34 پوند و با 34 پوند من 3 تا غذای اصلی گرفتم. گوشت کرده بود، ماهی و 2 عدد سرسینه مرغ. ولی خب در نظر بگیرین که با این 35 پوند من خیلی از سبزیجات نگرفتم، میوه‌جات نگرفتم، مواد شوینده نگرفتم، نوشیدنی و آب میوه اینا نگرفتم. ولی با این حال یه خرید خیلی مختصر مفید و کوچولو شد 35 پوند. یعنی این چیزایی که من گرفتم شاید غذای یه نفر واسه 2-3 روز باشه. ولی خب برای خانواده کسی که خونه کار میکنه، هم زن هم شوهر، قطعا که غذای بیشتری میخوان و خرید بیشتری لازم دارن و مطمئنم که خیلی گرونتر میشه. من اگه الان میخواستم برای یه هفته کامل خرید بکنم، غذاهامو همه رو بخرم، مواد شوینده‌ام بخرم، سبزیجات، میوه، همه چی رو کامل بخرم، شبیه هفته پیش اون حداقل 80 پوند میشه. حداقل مینیمم 80 پوند خریده واسه یه 2 نفر، اونم کسایی که روزی یه وعده بیشتر غذا نمیخورن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و براتون جالب بودش. اگه اینجور ویدیو بیشتر دوست دارین توی کامنت برام بنویسین، سعی میکنم درست بگم، با این حال که سخته چون تو اینجور جاها معمولا حق نداری فیلم بگیری و اگه ببیننه شاید یه چیزی بگم. ولی خب اگه اینجور ویدیو بیشتر دوست دارین بگین، سعی خودم میکنم از اینجور فیلم براتون بیشتر بگیرم. حالا تو فروشگاهی لباس فروشی، آرایش فروشی یا هر چیزی که فکر کنید بیشتر به دردتون بخوره. همین دیگه. من برم طرف خونه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.